دوستان، من چند سفر موفق شدم آمریکا رفتم. یک سفری که اخیراً رفته بودم یه داستان اونجا برای من نقل کردن. خیلی این داستان شنیدنیه، خیلی درس آموزه. برای من گفتن که یه پسر مسیحی مذهب آمریکایی با یه دختر یهودی مذهب آمریکایی تصمیم به ازدواج و زندگی مشترک میگیرن. بعد میگن بریم یه جایی به عقد هم در بیایم، زندگی مشترکمون رو آغاز بکنیم که خاطرش تا آخر عمرمون برامون جاودانه بمونه. حالا نقشه کل عالم رو به تعبیر من میارن، از همه عالم آسیا رو، از همه آسیا ایران رو، از همه ایران استان کرمان و از همه استان کرمان شهر بم و از همه شهر بم ارگ بم رو انتخاب میکنن. خب رابطه سیاسی و کنسولی هم که بین آمریکا و ایران نبوده. اینا میرن با کمک یه آژانس مسافرتی قرارداد میبندن، به کمک او از یه کشور ثالثی برای اینا ویزا میگیره و اینا میان. این تاریخ رو به خاطر بسپرید، روز 4 دی ماه 1382 در ارگ بم به عقد هم در میان و به تعبیر ما زندگی مشترکشون رو آغاز میکنن. شب که خوابیده بودن زلزله بم رخ میده. همون شب بوده. شهر با خواب یکسان میشه. مردمی که میان امداد کنن افراد از زیر خاک بیرون بیارن، این دختر پسر رو به بیمارستان میرسونن. به بیمارستان که میرسن پسر از دنیا میره، اما دختر میمونه با یه بدن له شده که به تعبیر من هزار مشکل. باریکلا به پزشکان ایرانیان مرکز درمانی چند تا عمل پی در پی روی این دختر انجام میدن تا موفق میشن اون رو از مرگ نجاتش میدن. مادر این دختر که خودش عضو یه تیم پزشکی به نام آمریکا ایالات متحده است، موقعی که مطلع میشه سر دخترش چه حادثه‌ای رخ داده، سراسیمه از آمریکا به ایران میاد که دخترش برای ادامه معالجات ببره در آمریکا. موقعی که میاد دخترش میبینه، پرونده پزشکیشو مطالعه میکنه، خودش اهل فن بوده، با کادر درمانی اون بیمارستان سخن میگه، پشیمون میشه، میگه نمیبرم دخترم رو. باریکلا به پزشکان ایرانی، کاری که رو دختر من انجام دادن همون کاری است که اگر در آمریکا بود ما همون کارها رو انجام میدادیم. مدتی خودش هم میمونه پا به پای دخترش تو بیمارستان. موقعی که سلامتی نسبیش رو به دست میاره دختر، با خودش برمیداره میبره در آمریکا. میگه مدتها من در این اندیشه بودم که محبت مردم ایران رو در مورد دخترم چطوری جبران کنم، چون دختر من 2 مشکل بزرگ داشته. اول این که همکیش ایرانیا نبوده که یهودی بوده. دومی که هم ملیت ایرانیا نبوده که آمریکایی بوده. میگه خیلی اندیشه میکردم که محبت مردم ایران رو چگونه جبران کنم، تا اینکه به این نتیجه رسیدم یه پول قابل توجهی رو در اختیار یه فیلمبردار چیره دستی بگذارم و داستان دختر من و صفای ملت ایران رو به تصویر بکشم. وقتی این کار کرده، ببینید یه فیلمی ساخته به نام بم 6.6 ریشتر، نام فیلم اینه. در سالن‌های عظیمی در آمریکا به نمایش در آورده، این بمبی صدا کرده. در اون فیلمی مادر گریه میکنه، اشک میریزه، میگه زیر این آسمان ملتی به صفای ملت ایران من نمیشناسم. بعد میگه از آمریکا تا ایران من گریه میکردم که دختر من عروس یک شبه رو تخت بیمارستان، نه برادر نه خواهر نه پدر نه مادر در کنارشن، ولی موقعی که اومدم ملت با صفای ایران رو دیدم که دختر من 70 میلیون برادر و خواهر و پدر و مادر در کنارش بودن. شما حساب بکنید. من در یه جلسه که بعضی مسئولین نظام پولی کشورمون بودن اونجا گفتم اگه شما که دستتون به بیت المال وصله میلیاردها دلار میخواستید خرج کنید که به دنیا بگید مردم ایران مردم عنود لجوجی نیستن، رؤوف و عطوفن، با پول نمیشه این کارا رو کرد. اما چند تا پزشک با صفا، چند تا پرستار با محبت، مردم با صفای کشور ایران کاری میکنن که این افتخار به نام ملت ایران
رقم میخوره. یادتون باشه این فیلم بم 6.6 ریشتر. من این رو در اختیار تلویزیون گذاشتم، انشالله به زودی این پخش میشه با دوبله به فارسی. ببینید و لذت ببرید که اگر ما خوب کار کنیم، نیکو عمل داشته باشیم، چه آثار و برکات دنیوی و انقلابی برای ما خواهد داشت.